سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به کانال خودتون. راستش دیشب تا صبح نخوابیدم و یویی به سرم زد برم پیش دوستم. الان راه افتادم، صبح زوده، همه خوابن و منم و چمدونم حدودی 8 ساعت تو راه هم. سوار قطار باید بشم برم یه شهر دیگه، حدود 3-4 تا قطار باید عوض کنم. درخت رو ببینید چقدر خوبه، پس با من همراه باشید. فعلا خب دوستان، اومدم مغازه، دو تا ردبول، چیپس و یه دونه نوشابه پپسی باید بگیرم. من هرچی سریعتر باید حرف بزنم چون اجازه ندارم اینجا فیلم بگیرم و قانون آلمان اینجوریه اگه تو مغازه‌شون فیلم بگیری باید پاک کنید، بدون گیر میرن. از سوشی هاشن که اولی صبح سوشی ها رو درست میکنن. کسایی که عاشق سوشی هن خیلی عالیه. متاسفانه من باید حدود 50 دقیقه باید وایستم تا قطارم بیاد. فعلا دارم میگردم. بعد از خرید اومدم یه آبانوخ رو بهتون نشون بدم که چجوریه و اینم جایگاه قطارشه. بعد از کلی انتظار قطار منم اومد، بریم الان جا پیدا کنیم. یو بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. بعد از 8 ساعت حدود 4 تا قطار چنج کردم، رسیدم خونه دوستم شهر فرانکفورت و بعد از مدت ها صورتمو که دارین میبینید، بعد از مدت ها آفتاب میبینم. حدودی 1 ماه و نیم شد آفتاب ندیده بودم و خیلی خوب بود. ممنون از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگه هم دوست داشتی سابسکرایب و لایک و اون زنگوله پایینی رو هم بزن که هر موقع من ویدیوهای جدید گذاشتم در جریان باشید. اگه هم دوست داشتین لایک کنید، اگه هم دوست نداشتین لایک نکنید. خیلی ممنون. فعلا.